در خبر است که چون بنده را حالت نزع یعنی سکرات موت فرا رسد و زبانش بند گشته از گفتار ماند، 5 فرشته بر نزد وی وارد شوند. فرشته اول به او گوید: سلام بر تو ای بنده خدا، من بر رزقهای تو مسلط هستم. امروز روی زمین را از مشرق تا به مغرب طلب کردم، ولی از رزق تو لقمه پیدا نکردم. پس در این ساعت نزد تو آمدم. فرشته دوم درآید و گوید: سلام بر تو ای بنده خدا، من به نوشیدن تو از آب و غیر آن موظف بودم. از مشرق تا به مغرب جستجو نمودم، ولی برای تو جرعه از آب و غیر آن نیافتم. پس در این ساعت به نزد تو داخل شدم. فرشته سوم وارد شود و سلام دهد و گوید: من بر قدمهای تو مسلط بودم و امروز سراسر زمین را پی زدم، اما برای قدم تو جایی نیافتم و نزد تو برگشتم. فرشته چهارم داخل شده گوید: سلام به تو ای بنده خدا، من بر نفسهای تو مکلف بودم. زمین را از مشرق تا مغرب جستجو نمودم، برای تو نفس پیدا نکردم و این زمان به حضور تو رسیدم. بعد از این فرشته پنجم وارد شود و عرض سلام به آن بنده رساند. گوید: من بر اجلها و امور تو مسلط بودم. زمین را از کران تا کران آن جستجو نمودم، برای تو ساعتی از عمرت پیدا نکردم و این دم به حضور تو رسیدم. سپس فرشته های کرام کاتبین که 2 نفرند به نزد او درآیند و گویند: ای بنده خدا، ما به نیکی ها و بدی های تو مسلط بودیم. از مشرق تا مغرب جستجو کردیم، ولی چیزی از این و از آن نیافتیم. پس ورق سیاه را بیرون آورده به او نشان دهند و گویند: به این ورق نظر بکن. در این حالت عرق او جاری گردد. از خوف و ترس خواندن آن ورق به طرف چپ و راست نظر دوزد. آن 2 فرشته بیرون آیند. ملک الموت به نزد او درآید. از دست راست او فرشتگان رحمت و از دست چپ او فرشتگان عذاب باشند. در آن میان فرشته هایی هستند که روح را به تندی می کشند و بعضیشان آن را کنده می گیرند. و نازعات غرقا، قسم به فرشتگانی که به سختی جانها را می کشند. سوره النازعات آیه 1. و هستند فرشته هایی که روح را با نشاط بیرون می آورند. آنگاه که روح تا حلق رسد، ملک الموت آن را قبض نماید. اگر از نیکبختان باشد به فرشته های رحمت، و اگر بدبختی نصیبش باشد به فرشته های عذاب آواز کرده می شود. پس روح را گرفته فرشتگان به بالا ببرند. اگر آن از اهل نیکبختان باشد، پروردگار بزرگ فرماید که آن را به سوی بدنش بازگردانید تا حال بدن خیش را ببیند. فرشتگان روح را گرفته پایان آیند و او را در میان خانه بگذارند. روح به همه آنهایی که برای او غم میخورند یا غم نمیخورند نظر کند، ولی طاقت گفتار ندارد. چون مردم جنازه او را گرفته به سوی قبر روان شوند، الله تعالی روح را بر بدنش بازگردانند. در این باب روایت ها مختلف است. بعضی ها گویند که چنان که در دنیا بود روح در بدن وارد شود و در قبر بنشیند و سؤال کرده شود. بعضی ها گفتند که روح در بدن داخل می شود اما احوال قبر نامعلوم است. بعضی دیگر گفتند
که سوال و جواب با روح صورت میگیرد، نه با بدن. زمره هم با این عقیده‌اند که روح فقط تا سینه وی وارد می شود. ایده دیگر ابراز نموده که روح در میان بدن و کفن قرار می گیرد. در همه این قولها حدیث از آن حضرت صلی الله علیه و سلم وارد شده است، اما مؤلف کتاب حادثه را نقل کرده است و ما نیز از پی احادیث مربوط و مضمون این کتاب نگشته ایم. قول صحیح نزد ارباب نظر این است که فقیه گفته است کسی خواهش دارد که از عذاب قبر نجات یابد، پس به او لازم است که بر خود 4 چیز را بگیرد و از 4 چیز پرهیز کند. اما آن 4 چیزی که لازم است بگیرد این است که در نماز خواندن، صدقه دادن، تلاوت قرآن و تسبیح گفتن سخت رعایت کند. و تحقیق این 4 چیز قبر را روشن و فراخ می‌گردانند. اما آن 4 که باید از آنها اجتناب ورزد از این است که از دروغ گفتن، غیبت، سخنچینی و بول، ناپاکیزگی پس از بول و غایت و شاشیدن دوری بجوید. و تحقیق آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده اجتناب کنید و پاک دارید خود را از بول. بیشک اکثر عذاب قبر از این 4 عمل است. بعد از آن 2 فرشته سخت دل سیاه رنگ سبز چشم فرود آیند. آواز آنها چون صدای رعد بد هیبت است. چشمان آنها مانند برق است که بینایی را خسته می کند. زمین را با چنگال خود بشکافند و آنها منکر و نکیر هستند. میت را برخیزانده بنشانند و از او پرسند کیست رب تو؟ کیست پیغمبر تو؟ چیست دین تو؟ پس اگر میت از اهل نیکبختان باشد گوید رب من الله واحد است، پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم است و دین من اسلام است. این را شنیده منکر و نکیر به او گویند خواب کن، چون خوابیدن عروس که بیدار نکنند او را مگر دوستترین اهل او. پس منکر و نکیر از طرف راست سر او در قبرش سوراخی کنند. او از آن سوراخ به سوی منزل و جای نشستش در بهشت نظر کند. آن دو فرشته با روح او از قبر بیرون آیند و آن روح در قندیل از قندیل هایی که در زیر عرش آویزانند گذاشته شوند.